70 سال این بنا مکان امور شهر دوشنبه بود. بر اساس نقشه بازسازی شهر با بناهایی که در این ساختمان نیم دوره‌ای واقع‌اند تخریب می‌شوند. امروز ما بینای دو حکومت شهر و وزارت کشاورزی را دیوار کرده از بین بردن آن را آغاز می‌کنیم. این کار با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان انجام داده می‌شود. زمان اینجا محل کار قهرمان‌های ملی نصرت الله مخزوم و شیرینشاه شاه تیمور بود. این بنا سال 1928 ساخته شده است و قرارگاه شورای کمیسیرهای خلقی بود که در آن زمان مقامات راهبری تاجیکستان به حساب می‌رفت. قبلا مقامات تاجیک گفته بودند که در جای این دو بنا با کمک مالی یکی از کشورهای عربی بنای نوی مجمع پارلمانی تاجیکستان بنیاد می‌شود. منقدان این تصمیمات را نابود کردن تاریخ دوشنبه ارزیابی می‌کنند. Душанбе представляет из себя просто огромный кишлак. 80% 80% دوشنبه قشلاق است و هیچ ضرورت برای تخریب یادگاری‌های تاریخی نه چندان دوری مردم تاجیک در این شهر وجود ندارد. ما باید تاریخ خود را نشان دهیم. اما با تخریب این بناها بعد از چند سال ما با فرزندان خود تاریخ دوشنبه را مگر با دست نشان می‌دهیم؟ Буквально на пальцах это показывает, но это не история. اگر فکر من که هر یک بنا هر یک کوچه در زمان خودش دارد. برخی از ساکنان پیرانسال دوشنبه از اقدام بازسازی دوشنبه پشتیبانی میکنند. وای خواهی نخواهی فرسوده میشود. حاضر اگر بناهای دو آشانه این بناهای یک آشانه با اون بناهای 14 20 آشانه مقایسه کرد. و طلباتی روزافزون خلق که اهالی روز به روز زیاد شده ایستاده است، چند سال پیش 4 میلیون بود اهالی تاجیکستان. 5 6 7 شده از 8 بالا شده. به گفته مقامات شهرداری خانه‌هایی را که اطراف این بناها بنیاد شده‌اند تخریب می‌شوند. خمار کریمو و ساکن 91 ساله این محله که نیز منزلش باید ویران شود از این اقدام مقامات نچندان راضی است. این خانه 90 سال این خانه 100 سال این خانه ایستاده است. من 90 من زایده شدگی 90 بدارم 91 بدارم بچه. من خود این 91 کجا برویم ما کجا با کدایی کنیم. پیرم یگان کزدن پسرم پروندن سردتم پروندن. وقتی جنگ آوردم پروندن آمدم گفتم هم خیلی بچه من یا بهتون به یک پنسیه یا یک زمین چهتون یک کس عرضه من همین حکومت با عرضه کردم عرضه من باید نگاه نکرد. با دولت من عرضه کردم دو مرده گمد گفت که گفت ولی میشد گفت همین میشدش همین بچه یگان چی یاردم نکردین من هیچ چی. نقشه نوی بازسازی شهر دوشنبه که ماه ینور امسال زمان راهبر شهر تعیین شدن رستم امامعلی معرفی شد تا سال 2040 نوسازی‌های بیشتر را در نظر می‌گیرد. از جمله قرار است به حدودهای 12,500 گکتاری امروزه 9,500 گکتاری نو علاوه شود. در چارچوب این تغییرات به گفته غفور شرمتوف قرار است همچنین بناهای تئاتر اپرا و بالت و اکادمی علم‌های تاجیکستان دو بنای دیگری رمزی دوشنبه تخریب کرده شوند. ما اینها را نابود میکنیم پس از آنها چی میماند؟ هیچ چیز از شهر کهنه نمیماند یعنی تاریخی نمیماند. از سال گذشته گروه‌های جامعه شهروندی تاجیکستان بارها از مقامات کشور درخواست کردند که بناهای ارزش تاریخی داشته را تخریب نکنند. مقامات میگویند که این بناها ارزش تاریخی ندارند و به فهرست یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی شامل نشده‌اند.